امروز با یه تست عجیب غریب در خدمتتون هستیم. همینطور که می‌بینید ما یکی از ماژولامون رو که به سفارش خودمون تولید شده داخل قالب یخ قرار دادیم که تست دما و واتر پروف بودنش رو بهتون نشون بدیم. این قالب یخ تو دمای منفی 25 درجه بوده 24 ساعت که الان قالب یخ رو میشکنیم و ماژول داخل این آکواریوم قرار میدیم. اینجا لامپ LED رو نشونتون بدم که داره به صحیح و سلامت کار میکنه. تست رنگ همینطور که میبینید کل لامپ ها صحیح و سلامت داره کارش انجام میده. این ماژول رو داخل آکواریوم میذاریم تا یخمون آب بشه و از بابت واتر پروف بودن هم خیالمون راحت بشه. ماژول تقریبا 20-25 دقیقه داخل آب بودش که یخش کاملا آب بشه. همینطور که میبینید هیچ یخی پشتش نیست و این ماژول داخل آب غوطه‌ور هستش. خیلی به صورت صحیح و سالم داره کار میکنه.